کسنیا سابچاک یکی از فعالان مخالفین، ژورنالیست تلویزیون و دختر آناتولی سابچاک، شهردار سابق سنت پترزبورگ اعلان کرد که در انتخابات پرزیدنتی مهم مرد روسیه شرکت ورزیده ولادیمیر پوتین را به چالش میکشد. انتظار می رود که پوتین برای بار چهارم به پیشبری نامزدیش در انتخابات اقدام میکند. در یک ویدیوی کوتاه که سابچاک در صحیفه خود در شبکه اینستاگرام شام 18 اکتبر نشر کرد، گفت نامزدی او یک وسیله اعتراض به انتخابات بوده. امیدوار است که آنهایی که مقابل همه نامزدها هستند برای او آواز میدهند. در ورقه های رای دهی انتخابات روسیه بند مقابل همه جای داشت، اما از سال 2006 به این سو آن بیکار کرده شد. سابچاک که در این نوار با کرته کبود رنگ و عینک در چشم ظاهر شد، گفت: من 36 سالم و مثل هر شهروند دیگری روسیه حق دارم در انتخابات پرزیدنتی شرکت کنم. تصمیم گرفتم از این حقم استفاده کنم. سابچاک میگوید قبلا گزینه رای دهی علیه همه وجود داشت که کفالت میداد آواز رای دهندگان به کسی داده نشود، اما این انتخاب برای آسان کردن دزدی آوازها بیکار کرده شد. سابچاک باور دارد که نامزدهای نیرومند از این راه می توانند حضور خود را در قدرت تمدید کنند. وی گفت: میخواستم شانس رای دهی علیه همه را بر رای دهندگان برگردانم. این اصول صلح‌آمیز و قانونی ما در انتخابات است. بس از دوستان بیزار شدیم. ما در وحدتی هم قوی و نیرومندیم. تصمیم سابچاک برای شرکت در انتخابات به اندیشه ناظران می تواند به تلاش‌های مخالفین واقعی دیگر سایه افکند. پدر او میری شهر سنت پترزبورگ در سالهای 1990 استاد یا رهبر سیاسی پوتین بود. اگر پوتین نامزدیش را به انتخابات پیشبری کند، خیلی آسان برنده می شود. بنابراین بعضی از ناظران امور سیاسی پیش بینی می کنند که نامزدی سابچاک تنها یک اصولی کمک به نفوذ پوتین خواهد بود. نورعلی دولت، یک تحلیلگر تاجیک که تحولات سیاسی را در روسیه نظارت میکند، میگوید شرکت سابچاک در انتخابات میتواند از سوی کرملین تحریض شده و یا واقعا هم تصمیم شهروندی خود او باشد. در هر دو حالت به گفته دولت، شرکت سابچاک در انتخابات به فایده پوتین انجام خواهد شد. او گفت: کسنیا اصلا یک مسخره باز است و او اصلا تجربه سیاسی دارد و ما در سیاست وارد است و من فکر میکنم که سابچاک باید روی نقش ژیرینوفسکی را در انتخابات بازی کند. یعنی که ژیرینوفسکی پیر شد. از من ژیرینوفسکی هنوز از انتخابات سال 1991 که در مسکو تحصیل میکردم یاد دارم. من فکر میکنم که در طول این 25-26 سال ژیرینوفسکی پیر شد و به جای ژیرینوفسکی میخوان یک ژیرینوفسکی معاون دیگری را بیارن که به نفع کرمل بازی کنه.